یه تعدادی خیرین دیگه جذب بحث سلامت هم شدن. یعنی تقریبا تو کشور خیلی کارهای خوبی دارن انجام میدن همزمان با دولت، یعنی با همون مشارکت. و انشالله که امیدوارم که یه قسمت سلامت پیشگیری هست که بحث ورزش هست، سلامتی، شادابی. اونم انشالله چه ثوابش کمتر از مدرسه و مسجد و مرکز حفظ و یعنی زمین‌های چمن مصنوعی، سالن‌های استاندارد ورزشی که اونجا پاتوق‌های سالم باشه برای سلامتی، شادابی، تخلیه انرژی‌های منفی و صفا و صمیمیت. چون وقتی طرف رفت ورزش کرد، جوان پاتوق سالم پیدا کرد، دیگه دنبال خلاف نمیره. کسی که ورزش میکنه دود مصرف نمیکنه، مشروب نمیخوره، سیگار نمیکشه. به اون قسمت هم اونم مهمترین قسمت سلامت و بعد سلامته. چون مراکز درمانی ما اول نوشته مراکز بهداشتی و درمانی، چون پیشگیری بهتر از علاجه. تو اون قسمت هم الوقایت خیر من العلاج. انشالله یه تعداد خیرم الان تو بحث فضاهای ورزشی، چمنهای مصنوعی با مشارکت چه وزارت ورزش دارن کار میکنن و انشالله که توی این منطقه هم این حرکت توسط تشویق علما و مولاهای بزرگ که حتما جایگاهی برای ورزش چه. ما یه وقتایی یه آماری تو استان هرمزگان گرفتیم برای نماز خواندن هر جوان تو مناطق خودمون بین 1 متر تا 6 متر فضای استاندارد برای نماز خواندن، در صورتی که یه نفر اگه بخواد رو به قبله بیسته 50 سان یا 30 سان در 1 متر، یعنی 5 متر و نیم اضافه برای هر جوان. 5 متر و نیم فضای استانداردی که کسی نیست پر بکنه برای نماز خواندن. چون به ما گفتن همه ثواب تو مسجد درست کردنه، هر کسی مسجد درست کرد قصد تو بهشت درست براش میکنن. کسی نیامده بگه یه سالن ورزشی هم کمتر نیست که بچه‌ها معتاد نشن، یه درمونگاه، یک کلینیک، یک مرکز جامعه سلامت، یک مدرسه. اینا آمار جرم و جنایت پایین میاره. بعد آمار گرفتیم برای ورزش استاندارد، فضای ورزشی استاندارد برای پسرها و دخترها که بمانن بین 1 سانت تا 3 سانت، بین 1 سانت تا 3 سانت. چرا این مبالغ عادلانه تقسیم نمیشه؟ یعنی تو روستایی که 2 تا مسجد لازم دارن چرا 10 تا مسجد درست میکنن؟ اون 8 تا رو حساب مدرسه است.